بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. والمرسلات عرفا، سوگند به فرشتگانی که پیاپی فرستاده می شوند. فالعاصفات عصفا، و سوگند به فرشتگانی که همچون تندباد می روند. والناشرات نشرا، و سوگند به فرشتگانی که ابرها را پراکنده می کنند. فالفارقات فرقا، و سوگند به فرشتگانی که جدا کننده حق از باطلند. فالملقیات ذکرا، و سوگند به فرشتگانی که وحی الهی را به پیامبران القا می کنند. عذرا او نذرا، برای اتمام حجت یا برای بیم و هشدار. انما توعدون لواقع، بیگمان آنچه به شما وعده داده می شود واقع خواهد شد. فاذا النجوم طمست، پس آنگاه که ستارگان تیره و محو شود. واذا السماء فرجت، و آنگاه که آسمان شکافته شود. واذا الجبال نسفت، و آنگاه که کوه‌ها از جا کنده و پراکنده شود. واذا الرسل اقتت، و آنگاه که برای پیامبران جهت گواهی دادن در مورد امتها وقت تعیین شود. لأی یوم اجلت، این امر برای چه روزی به تأخیر افتاده است؟ لیوم الفصل، برای روز جدایی و داوری. وما ادراک ما یوم الفصل، و تو چه دانی روز جدایی و داوری چیست؟ ویل یومئذ للمکذبین، در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. الم نهلک الاولین، آیا ما پیشینیان مجرم را نابود نکردیم؟ ثم نتبعهم الاخرین، سپس دیگران را در پی آنها خواهیم آورد. كذلك نفعل بالمجرمین، این چنین با گناهکاران رفتار می‌کنیم. ویل یومئذ للمکذبین، در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. الم نخلقكم من ماء مهین، آیا شما را از آبی پست و ناچیز نیافریدیم؟ فجعلناه في قرار مکین، که سپس آن را در قرارگاهی محفوظ قرار دادیم. الى قدر معلوم، تا زمانی معین. فقدرنا فنعم القادرون، پس ما بر این کار توانا بودیم و چه نیک توانا و قدرتمند هستیم. ویل یومئذ للمکذبین، در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. الم نجعل الارض کفاتا، آیا زمین را جایگاه تجمع مردم قرار ندادیم؟ احیاء و امواتا، هم در حال حیات و هم مرگشان. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، و در آن کوههای بسیار بلند و استوار قرار دادیم و آبی شیرین و گوارا به شما نوشاندیم.
ويل يومئذ للمكذبين. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. به آنها گفته می شود به سوی همان چیزی بروید که پیوسته تکذیبش می کردید. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. بروید به سوی سایه دودهای آتش 3 شاخه. لا ظلیل ولا یغنی من اللهب. نه سایه افکن و خنک است و نه از گرمی شعله های آتش جلوگیری می کند. انها ترمی بشرر کالقصر. همانا دوزخ شراره هایی چون کاخی بلند می افکند. كأنه جمالة صفر. گویی که آن شراره ها شتران زرد رنگ هستند. ويل يومئذ للمكذبين. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. هذا يوم لا ينطقون. این همان روزی است که سخن نمیگویند. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. و به آنها اجازه داده نمی شود تا عذرخواهی کنند. ويل يومئذ للمكذبين. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. این همان روز جدایی و داوری است که شما و گذشتگان را گرد آورده ایم. فإن كان لكم كيد فكيدون. پس اگر حیله و نیرنگی دارید آن را در حق من به کار گیرید. ويل يومئذ للمكذبين. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. إن المتقين في ظلال وعيون. به راستی که در آن روز پرهیزکاران در سایه ها و کنار چشمه ها قرار دارند. وفواكه مما يشتهون. و میوه هایی که میل داشته باشند. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. به آنها گفته می شود به پاداش آنچه می کردید گوارا بخورید و بیاشامید. إنا كذلك نجزي المحسنين. ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. ويل يومئذ للمكذبين. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ای کافران در این دنیا اندکی بخورید و بهره گیرید زیرا شما گناهکارید. ويل يومئذ للمكذبين. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. و هنگامی که به آنها گفته شود نماز بگذارید و رکوع کنید نماز نمیگذارند و رکوع نمی کنند. ويل يومئذ للمكذبين. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. فبأي حديث بعده يؤمنون. اگر مردم به این قرآن ایمان نمی آورند پس بعد از آن به کدام سخن ایمان می آورند؟